تصور کنید یک ژن خاص بتونه شما رو مستعد خشونت کنه و در عین حال بر روی اشتهای شما برای خوردن شیرینی هم تاثیر بذاره. Welcome to the Radio Fun. این قسمت ژن MAOA مونوآمین اکسیدایز A، ژنی بر روی کروموزوم X ملقب به ژن جنگجو. سلام، خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از پادکست تصویری رادیو فر. امروز می‌خوایم در رابطه با یکی از ژن‌های انسان به اسم ژن جنگجو و همچنین ارتباط اون با گرسنگی و خشونت با هم دیگه صحبت کنیم. مونوآمین اکسیدایز A یا همون ژن جنگجو مسئول تولید آنزیمی است که انتقال دهنده‌های عصبی مانند سروتونین، نورابینفرین و همچنین دوپامین را تجزیه می‌کنه. واریانت‌های مختلف این ژن میتونه تأثیرات متفاوتی بر روی رفتار ما داشته باشه. واریانت نوع سوم این ژن با فعالیت‌های آنزیمی کمتری که داره ممکنه افراد رو با فعالیت‌های خشونت‌آمیز و پرخاشگری بیشتری همراه بکنه، در صورتی که واریانت چهارم این ژن بسیار معتدل‌تر عمل میکنه و رفتارها و عملکرد انسان بسیار منطقی تره. تحقیقات نشون داده افرادی که دارای واریانت نوع سوم این ژن هستن در شرایط استرس‌ها، به ویژه در موقعی که گرسنه هستن و یا اینکه محرومیت غذایی خاصی دارن، مستعد رفتارهای خشونت‌آمیز بسیار بیشتری هستن. گرسنگی یکی از عوامل محیطی هستش که به شدت میتونه بر روی رفتارهای انسان تاثیر بگذاره. در شرایط قحطی و یا کمبود غذا، سطح استرس و اضطراب افراد به شدت بالا میره و این افراد تمایل به رفتارهای خشونت‌آمیز بیشتری دارند. مطالعات نشون دادش که افرادی که دارای واریانت نوع سوم این ژن بودن در زمان این قحطی‌ها بین 7 الی 9 برابر بیشتر از افراد دیگه مرتکب خشونت و رفتارهای پرخاشگرایانه شدند. رابطه بین ژن جنگجو و گرسنگی با خشونت نشون دهنده تعامل پیچیده بین ژنتیک و محیط زیسته. درک این موضوع نه تنها برای محققان بلکه برای سیاستگزاران و برنامه‌ریزان اجتماعی یک جامعه بسیار پراهمیته، زیرا با بهبود وضعیت غذایی یک جامعه میتونن میزان پرخاشگری و خشونت یک جامعه را کنترل کنن. در شرایط گرسنگی سطح کورتیزول یا همون هورمون استرس به شدت افزایش پیدا میکنه و فرد تمایل بسیار بیشتری برای رفتارهای خشونت‌آمیز و پرخاشگرایانه داره و با توجه به اینکه این افراد دارای واریانت نوع سوم این ژن هستند، در این شرایط فعالیت بسیار کمتری برای مقابله با تصمیم‌های ناگهانی و رفتارهای تهاجمی دارند. گرسنگی و یا کمبود مواد غذایی نه تنها تأثیر فیزیولوژیکی بر روی بدن انسان داره، بلکه در جوامع هم میتونه باعث ایجاد ناامنی و رفتار پرخاشگرانه بسیار زیادی بشه. به همین دلیل در جوامع فقیرتر با دسترسی محدودتر به منابع غذایی با کیفیت، نرخ جرم و جنایت بسیار بالاتره. یکی دیگر از مثال‌های معاصر در رابطه با این موضوع میشه به سال 2011 و ناآرامی‌های منطقه خاورمیانه اشاره کرد. در پی بحران‌های غذایی و افزایش قیمت بسیار زیاد مواد غذایی در اون سال، بیشتر افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد خشونت بودند داخل ناآرامی‌ها و شورش‌ها دیده می‌شدند. آیا خشونت ژنتیکی واقعیت داره؟ تو سال 2006 با پرونده قضایی شخصی به نام برادلی والتراپ توجهات به سمت نقش ژنتیک در رفتار خشونتبار جلب شد. تو اون سال این شخص به جرم قتل همسر سابقش و زخمی کردن دوستش متهم شده بود. وکلای این شخص با استناد به واریانت کم فعالتر این ژن و همچنین محیط اطرافی که این فرد داشته ادعا کردند که این فرد تحت تاثیر عوامل ژنتیکی که داشته این جرم مرتکب شده. آزمایش ژنتیک نشون داد که والتراپ دارای نوع سوم واریانت این ژن است که با کاهش 30 الی 40% فعالیت‌های آنزیمی همراهه و با وجود این که به قتل محکوم بود، هیئت منصفه اونو به 32 سال حبس به جای اعدام محکوم کرد. این اولین باری بود که این ژن به طور مستقیم باعث کاهش جزای یک جرم شد. البته این پرونده پیامدهایی هم داشت، زیرا منتقدانی اومدن که این موضوع رو نقد کردن که جبر ژنتیکی باعث تضعیف اون مسئولیت پذیری اجتماعی افراد میشه و همچنین ایرادها و نقدهای علمی دیگری هم روی این پرونده هست.
به این صورت که وجود این ژن تنها 10 الی 12% از رفتارهای خشونت آمیز رو توجیه میکنه و همچنین اثرات مختلف این ژن که با توجه به جنسیت، سن و همچنین رژیم غذایی داره توی این دادگاه بررسی نشده و همچنین نگرانی از توجیه خشونت‌های سیستماتیک با استفاده نادرست از داده‌های ژنتیکیه که نیازمند چارچوب‌های دقیق قانونی برای بررسی مستندات علمیه. اسکن مغز این افراد نشون میده که فعالیت بخش اوربیتوفرونتال این افراد حدود 40% کمتره. این قسمت که بخشی از پیشانی مغز انسان به حساب میاد در تصمیم گیری ها، کنترل رفتار و پردازش اطلاعات حسی و هیجانات با استفاده از حافظه گذشته به ما کمک میکنه. یعنی تو این افراد این قسمت از مغزشون تنها 40% بازده و کارایی داره و نمیتونن از 100% این قسمت از مغزشون به خوبی استفاده بکنن، اما در عوض فعالیت آمیگدال مغزشون به شدت بیشتره که حالا جلوتر توضیح میدم که این قسمت از مغز چه وظایفی رو بر عهده داره. یه سوال فلسفی که این موضوع ایجاد میکنه اینه که اگه ژن‌ها کنترل برخی از رفتارهای ما رو به عهده دارن، پس وظیفه و مسئولیت اخلاقی ما کجای معادله است؟ اگه بخوایم یه توازنی رو بین جبر ژنتیکی و اختیار انسان برقرار کنیم، باید بگیم که وجود این ژن جنگجو مثل یه تفنگ ژنتیکی میمونه که محیط اطراف ما باعث میشه که کی ماشه این تفنگ رو بکشیم. یعنی یه جورایی میشه گفت که ژن‌ها سرنوشت ما رو تعیین نمی‌کنن، در واقع اون زمین بازی ما رو مشخص میکنن، نحوه بازی کردن و چجوری بازی کردن ما تو این زمین رو ما با خودمون انتخاب بکنیم. خب اگه تا اینجا فکر میکنید که هر کسی که حامل واریانت پرخطر این ژن هست آدم خطرناکیه، اشتباه میکنید. بر اساس داده های ژنتیک سال 2025 تنها 12% از جمعیت کل جهان دارای واریانت نوع سوم این ژن هست، اما تنها 3.7% از این 12% تمایل به خشونت افراطی دارند که معمای اصلی وجود این تناقض بین پژوهشگرانه. افرادی که حامل این ژن هستند در حالت ناشتا سطح کورتیزولشون 35% بیشتر از افراد عادیه. در 68% موارد مقاومت به انسولین دارن. بخوایم یکم بیشتر بررسیشون بکنیم، به عنوان مثال مصرف کربوهیدرات افراد عادی 250 گرم در روزه، در صورتی که این افرادی که حامل ژن جنگجو هستند 400 گرم در روز مصرف میکنند. آستانه تحمل گرسنگی برای افراد عادی حدود 12 ساعته، در صورتی که برای این افراد تنها 4.5 ساعته. فعالیت آمیگدال افراد عادی تقریبا 35%، در صورتی که فعالیت آمیگدال مغز این افراد تا 85% میرسه. حالا آمیگدال چیه؟ آمیگدال یک ساختار کوچیک تو مغز ماه که وظیفه تنظیم و پردازش احساساتی مانند ترس، خشونت و شادی رو داره. طبق مطالعاتی که بین سال 2024 تا 2025 بر روی 500 تا از کودکانی که حامل واریانت خطرناک این ژن بود داشتند، با مداخله و کنترل تغذیه این افراد تونستند 62% رفتار تهاجمی و پرخاشگرایانه این افراد رو کنترل کنن و کاهش بدن. یعنی یه جورایی میشه با کنترل تغذیه و مواد غذایی یک جامعه میزان پرخاشگری و خشونت یک جامعه رو کنترل کرد. یعنی با توجه به اینکه ما میبینیم الان یه سری جوامع حالا معروف شدن به اینکه جوامع و اون کشور یا اون جامعه مثلا افرادی که اونجا هستن پرخاشگرتر هستن نسبت به جامعه دیگه‌ای که شاید آرومتر باشن، میشه گفت که یکی از عامل‌ها عامل کنترل و مقدار، میزان و همچنین کیفیت مواد غذایی که تو اون کشور داره استفاده میشه. البته روش‌هایی برای بهبود این نقص ژنتیکی هم موجود هست که بین 55 الی 85% موثر هست. روش‌هایی مثل ژن درمانی، مداخله تغذیه‌ای و یا تحریک کردن مغزی میتونه موثر باشه که هر کدوم با توجه به مقدار استفاده از این روش ها میتونه اثر بخشی خاص خودش رو داشته باشه. خیلی ممنون که تا انتهای این قسمت هم با من همراه بودید. ممنون میشم اگه خوشتون اومد لایک کنید و یا اگه نظر خاصی دارید حتما برام بنویسید. تا یه قسمت دیگه از پادکست تصویری رادیو فر، خدا نگهدارتون.